Hello everyone, welcome back to another video. سلام خدمت دوستان عزیز. با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. در این ویدیو درس 4 کتاب اینترچنج مقدماتی رو با هم دیگه یاد میگیریم. یونیت خیلی مهم و پرکاربردی هست. پس کاملا آماده بشید تا بریم درس رو شروع کنیم. Let's go. Unit 4. Is this coat yours? Is this coat yours? یعنی این کت برای شماست؟ توی این یونیت میخوام در مورد لباس ها، فعلایی که برای پوشیدن لباس به کار میره و کلی لغت در مورد فصل ها و آب و هوا با هم دیگه یاد بگیریم. Discuss work and free time clothes colors. Discuss work and free time clothes. لباس‌های کار و اوقات فراغت رو میخوام در موردش صحبت کنیم و به علاوه رنگ‌ها. Discuss the weather and what people are wearing. آب و هوا، weather and what people are wearing. یعنی در مورد آب و هوا صحبت کنیم و همچنین مردم چه چیزی میپوشن. کلی کلمه اینجا داریم برای لباس‌ها. به دو قسمت تقسیم شدن. Clothes for work, clothes for free time. لباسهای کار و لباسهای اوقات فراغت. Jacket. Jacket به معنای کت. Tie. Tie به معنای کراوات. Suit. Suit به معنای کت شلوار. کت و شلوار رو با هم دیگه میگن suit. Shirt. Shirt پیراهن. پیراهن رسمی. Belt. Belt کمربند. Pants. Pants شلوار. معمولا به شلوار پارچه‌ای میگن. Shoes. Shoes کفش به صورت جمع به کار برده شده. Shoes کفش ها. یک کلمه دیگه هم بود که به صورت جمع به کار برده شده مثل pants. اگر یادتون باشه توی یونیت اول گفتیم که لباس هایی که جفت هستن رو جمع میبندیم. Blouse. Blouse به پیراهن زنانه میگن blouse. برای مردها شرت هستش، برای زنها blouse. Skirt. Skirt دامن. Raincoat. Raincoat یعنی کت بارونی. Dress. Dress لباس مجلسی زنانه. Coat. Coat کت معمولا به یک کت بلند میگن. و در آخر یک کلمه که اینجا هست high heels. High heels یعنی کفش های پاشنه بلند. حالا بریم clothes for free time. لباس هایی که برای اوقات فراغت، موقعی که کار نمی کنیم، برای موقعی که کار نمی کنیم میپوشیم. Hat. Hat کلاه. Scarf. Scarf شال، شال گردن. Gloves. Gloves دستکش. Sweater. Sweater یعنی سوئتر، لباس بافتنی، چیزی که گرم نگه میداره ما رو. Jeans. Jeans یعنی شلوار جین، شلوار لی. Boots. Boots boot پوتین. T-shirt. T-shirt T-shirt. Shorts. Shorts شورت به معنای شلوارک میشه بچه ها. اون شورتی که ما زیر لباس ها میپوشیم نیستش، به اون میگن underwear. Underwear این شورتسی که اینجا نوشته به معنای شلوارک هستش. Socks. Socks جوراب. Sneakers. Sneakers یعنی کتانی.
pajamas pajamas لباس خواب cap cap کلاه لبه‌دار swimsuits swimsuits یعنی لباس شنا و یا همون مایو. یک بار دیگه برمیگردیم. من کلمات رو یک بار میخونم، شما بلند تلفظ کنید. jacket shirt blouse tie suit belt pants skirt shoes raincoat dress coat high heels hat scarf t-shirt gloves sweater shorts boots jeans socks sneakers pajamas cap swimsuits. اینجا دوتا کاتگوری داریم. Clothes for warm weather, clothes for cold weather. لباس برای هوای گرم و لباس برای هوای سرد. Weather هوا، warm گرم، cold سرد. میتونی خود شما این لباسایی که اینجا یاد گرفتیم رو زیر این کاتگوریا بنویسیم. به فرض کدوم لباسا برای هوای گرم هستن؟ What clothes are for warm weather? For example, shorts or t-shirts or cap. What about clothes for cold weather? For example, scarf, gloves, sweater. Speaking, colors, رنگ ها. یک سری رنگ رو اینجا برای ما توی این ویل چرخ نوشته. از این کلمه شروع میکنم. Purple, purple یعنی بنفش. رنگش رو که خودتون راحت میبینید. Purple, purple. Red, red قرمز. Pink, pink. صورتی. Orange, orange نارنجی. Yellow, yellow زرد. Light green, light green رنگ سبز روشن. اگر توجه کنید رنگ green سه جا هستش. اینجا light green, green و dark green. سبز روشن، سبز و سبز تیره. پس کلمه light و dark میتونن قبل از رنگ ها قرار بگیرن به معنای روشن light و تیره dark. Light blue, blue, dark blue. و رنگ هایی که اینجا سمت چپ نوشته white, white, سفید. Light gray, gray به معنای خاکستری. Light gray, gray, dark gray. Beige, beige. Light brown, brown, dark brown. brown به معنای قهوه‌ای. Black, black. یک بار دیگه کلیه رنگ هایی که تو این ویل نوشته شده براتون تلفظ میکنم، شما بلند بعد از من بخونید. Purple, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue. Okay, part 3, pronunciation, the letter S and SH.
این پارت خیلی راحت شما یاد میگیرید که حرف S و H اگر با هم دیگه بیان صدای شه. مثالایی که اینجا زده 3 تا کلمه اولی که اینجا هستش با حرف S شروع شده. suit، socks، swimsuit. اینجا شه، shirt، shorts، shoes. از اینجا خیلی راحت یاد گرفتیم که حروف S و H اگر با هم دیگه بیان صدای شه میدن. به این مثال دقت کنید. This is Joshua's new suit. این کت شلوار جدید جاشوا هستش. These are Sarah's purple shoes. These are Sarah's purple shoes. اینها کفش‌های بنفش سارا هستند. Number 3. Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? کفش‌ها و جوراب‌های من کجان؟ My shorts and t-shirts are blue. شورتام یعنی شلوارکام و تیشرت هام آبی هستن. Conversation. Whose jeans are these? Whose jeans are these? یعنی اینها شلوار جین های چه کسی هستند؟ یک WH question جدید اینجا داریم یاد میگیریم. Whose به معنای برای چه کسی. وقتی whose رو توی یک سوال میذارید دارید مالکیت یک چیزی رو سوال میپرسید در موردش که مالک یک چیزی که در موردش دارین سوال میپرسید کیه. به فرض یک مثال دیگه. Whose bag is this? یعنی این کیف کیه. Whose car is that? اون ماشین کیه. حالا به یک اسم جمع سوال بسازیم. Whose pens are these? یعنی این خودکارها برای کی هستن؟ پس WH question whose به معنای برای چه کسی. یک کانورسیشن اینجا داریم بین اشلی و یک نفری که اسمش اینجا نیستش. ما حالا میذاریم مری. Ashley. Great. Our clothes are dry. Great یعنی عالی. خوب. چه خوب. Our clothes are dry. لباسامون خشک هستن. در واقع یعنی خشک شدن. Dry means خشک. Hey, where's my new blouse? یعنی پیراهن جدید من کجاست؟ پیراهن تازه جدید. New. What color is your blouse? پیراهن چه رنگیه؟ Is this yours? این برای توه؟ No. This blouse is blue. نه این پیراهن این بلوز آبیه. Mine is white. برای من سفیده. Mine برای من سفیده. Wait. It is mine. بعد متوجه میشه میگه wait صبر کن. It is mine برای منه. My white blouse is blue. یعنی پیراهن سفیدم آبی شده. Oh no. Look, it's a disaster. Oh نه نگاه کن. It's a disaster یعنی یک فاجعه است. Disaster means فاجعه. All our clothes are blue یعنی تمامی لباسامون آبی هستن. Here's the problem. مشکل اینجاست. مری میگه. It's these blue jeans. این شلوارهای جین هستن. وقتی میگم شلوارها منظورم اینه که همون شلواره که چون جفت هستش من شلوارها ترجمه میکنم که شما بدونید که توی انگلیسی میگیم شلوارها چون جفت هستن. Whose jeans are these? Whose jeans are these? یعنی اینا شلوارهای کیان؟ Are they yours? آیا برای تو هن؟ Yes. They're mine. Sorry. آره.
They're mine. برای منن. Sorry. ببخشید. یک بار دیگه من کانورسیشن رو از اول بدون ترجمه براتون میخونم. شما سعی کنید که بلند تکرار کنید. Great! Our clothes are dry. Hey, where is my new blouse? What color is your blouse? Is this yours? No, this blouse is blue. Mine is white. Wait, it is mine. My white blouse is blue. Oh no, look, it's a disaster. All our clothes are blue. Here's the problem. It's these blue jeans. Whose jeans are these? Are they yours? Yes, they are mine. Sorry. و حالا میرسیم به پارت 5 Grammar Focus گرامر Possessives یعنی مالکی ها، مالکیت ها. مالکیت ها چی هن؟ به این پارت نگاه کنید. Adjectives صفات، Pronouns ضمیر. ما صفات ملکی و ضمیر ملکی داریم. قبل از اینکه اینها رو توضیح بدم به سمت راست نگاه کنید. این چیزی که توی جلسه سوم، توی یونیت سوم با هم دیگه کار کردیم. اگه یادتون باشه گفتیم که اگر یه اپاستروفی اس آپوستروف اس به یک اسم برید اون رو مالکی میکنه، ملکیش میکنه. جکس تای یعنی کراوات جک. Taylor's shoes کفشای تیلر. Alex's coat کت الکس. پس برای یادآوری بخوایم بگیم که به فرض ماشین مهدی میگیم مهدی's car. بگیم که ساعت پیتر Peter's watch. apostrophe s apostrophe s اون اسم رو مالکی میکنه. Adjectives and pronouns تفاوت بین صفات ملکی و ضمایر ملکی چیه؟ توی این دوتا مثال میتونید ببینید These are his shoes. اینها کفشای او هستن، اوی مرد. These shoes are his. این کفشا برای او هستند. اگر تفاوتش یه مقدار عجیب غریبه متوجه نمیشید به اینجا دقت کنید. صفات ملکی مثل my برای من، your برای تو، his برای او مذکر، her برای او مؤنث، our برای ما، their برای آنها. قانون صفات ملکی اینه که یک اسم بعد از صفات ملکی باید بیاد. یعنی وقتی ادجکتیو my رو توی جملتون استفاده میکنید باید بعدش یک اسمی بیاد. My what؟ چیه من؟ حالا باید بنویسی که مثلا کت من، کلاه من، ماشین من. بنویسی This is my shoes, jacket, car. This is your laptop. This is your dog. حالا بخوایم This is your dog رو به صورت سوالی بنویسیم چه تغییری میکنه؟ یادتون میاد؟ جای بین this و is رو با هم دیگه عوض کنید. Is this your dog? آیا این سگ توه؟ پس اگه توجه کنید بعد از صفات ملکی ما حتماً 100% مواقع باید یک اسمی رو بیاریم. برای چی مهمه این موضوع؟ به خاطر اینکه اگر به پروناون ها دقت کنید پروناون ها چی هن؟ mine یعنی برای من، yours برای تو. همون معنایی که توی صفات ملکی داریم اینجا هم هستش.
my, mine. هر دو به معنای برای من. your, yours. هر دو به معنای برای تو. his, his. her, hers. our, ours. their, theirs. وقتی ضمایر ملکی رو استفاده می کنید نیازی به آوردن یک اسم بعدشون نیست. خودشون میتونن به صورت standalone یعنی مستقل توی یک جمله به کار برن. این دو تا جمله رو در نظر بگیرید. This is my cat. این گربه منه. This is my cat. اینجا صفت ملکی استفاده کردیم. My و اسمی که بعدش قرار گرفته چیه؟ Cat. حالا به این جمله دقت کنید. This cat is mine. یعنی این گربه برای منه. تفاوت این دو جمله رو راحت میتونید ببینید. بعد از mine هیچ اسمی نیومده. پس بعد از ضمایر ملکی که mine، yours، his، hers، ours و theirs هستن ما اسمی نمیاریم. نمیگیم mine cat. از نظر گرامری این جمله کاملا غلطه. این جمله‌ای که نوشتیم This is my cat. This cat is mine یک معنا دارن. این گربه منه. این گربه برای منه. تفاوتشون همینه که توی ضمایر ملکی ما بعد از ضمایر ملکی از اسم استفاده نمی کنیم. یکی از استفاده های دیگه ضمایر ملکی چیه؟ وقتی میخواین جواب رو به کوتاه‌ترین شکل ممکن بگین. به این سوال نگاه کنید. Whose laptop is this? سوال پرسیده میشه Whose laptop is this? این لپتاپ برای چه کسیه؟ شما دست بلند میکنی میگی برای من. راحت میگی mine. تمام. همین. mine. البته میتونی بگی it is mine برای منه یا میتونی راحت بگی mine برای من. دیگه بعد از mine نمیخواد لپتاپ رو بیاری. اما اگر از adjective استفاده کردی چی؟ اگر از صفت ملکی my استفاده کردی چی میشه؟ باید بگی که my laptop یا بهتره بگی it is my laptop. و از نظر شکل و شمایل صفات ملکی و ضمایر ملکی با همدیگه فرق دارن به جز کلمه his که یکی هستش. my، mine. your، yours. his، his. این تنها کلمه ای هستش که یک شکل هست توی هر دو. her، hers. our، ours. their، theirs. یه مقدار my تغییر به خصوص کرده. my تبدیل به mine شده. بقیهشون یک s گرفتن. your، yours. یک سوال برای تمرین. Whose cell phone is this? این موبایل کیه؟ من جملات فارسی رو میخوام بگم. شما برای خودتون این جملات فارسی که من میگم رو به انگلیسی برگردونید. میخوایم بگیم که برای منه. چی میگیم؟ It is mine. میخوایم بگیم که برای الکسه. It is Alex's. این اپاستروفی اس رو یادتونه؟ وقتی اپاستروفی اس به یه اسم میدیم اون رو مالکی میکنه. یعنی برای الکس. حالا میتونستیم سلفون رو بعدش بذاریم بگیم موبایل الکسه. It is Alex's cell phone. یا موبایل رو اصلا کلا نمیاریم. سلفون رو نمیاریم. میگیم It is Alex's. برای الکسه. بخوایم بگیم برای آنهاست.
It is theirs. It is theirs. بخوایم بگیم موبایل آنهاست. چی میشه؟ It is their cell phone. باز هم بهتون میگم اینجایی که میگیم موبایل آنهاست کلمه موبایل رو ما آوردیم، یک اسم رو آوردیم، پس باید از صفت ملکی استفاده کنیم. بگیم it is their cell phone. اگر بگیم it is theirs cell phone جمله از لحاظ گرامری غلطه، به خاطر اینکه بعد از ضمایر ملکی اسم نمیاریم. Practice time. شماره اول رو با هم دیگه میایم کاور میکنیم. داخل هر پرانتز 2 تا گزینه به ما داده و ما باید با توجه به جمله‌ای که داریم یکی رو انتخاب کنیم تا از نظر گرامری درست باشه. جمله اول رو ببینید. This isn't my raincoat. داخل پرانتز 2 تا گزینه my و mine رو داره که خود کتاب کلمه my رو استفاده کرده. چرا mine رو به کار نبرد؟ به خاطر اینکه ما raincoat رو توی جمله داریم. raincoat یک اسم هستش و با اسم ضمیر ملکی استفاده نمی کنیم. ضمایر ملکی خودشون استفاده میشن به تنهایی. ادامه همین conversation. Is it جای خالی؟ دیگه اسمی بعدش نداریم. فقط این 2 تا گزینه ها برای ما هستن. Is it yours؟ آیا برای توه؟ پس به خاطر اینکه اینجا اسمی نداریم از صفت ملکی your نمیتونیم استفاده کنیم، به خاطر اینکه اسمی بعدش نیستش. بگیم is it your سوال ناتمام میمونه، پس باید بگیم is it yours؟ آیا برای توه؟ No it's not mine. جمله تمام شده. Ask Emma. Maybe it's اسمی میبینید اینجا؟ نه. پس از ضمیر ملکی استفاده میکنیم. Maybe it's hers. شاید برای اوه. طبق روال همیشگی ویدیو رو پاس کنید و شماره 2 و 3 و 4 رو همین الان انجام بدید. شماره 2. Hey, these aren't our sneakers. اینها کتونیای ما نیستن. These aren't our اسم sneakers. You're right. راست میگی. Ours are over there. چرا ours گذاشتیم؟ چرا our نشد؟ مگه جمله تموم شده؟ ربطی به تمام شدن جمله نداره. شما باید ببینید که اینجا ما اسمی داریم، کتانی داریم، چیزی که در موردش صحبت میکنیم. میخوام بگیم کتانیای ما اونور هستن. ما کتانی رو اینجا نداریم. میخوام بگیم که اونها اونور هستن. پس اگر our بذاریم ما بعدش اسمی نداریم. مثلا our اسم نیست، over there اسم نیستش. اون اسمی که بهش اشاره میخوایم کنیم، مالکیت میخوایم بهش بدیم. پس ours are over there یعنی برای ما اونجا هستن. Number 3. Are these your gloves, Aaron? اینا دستکشای تو هستن Aaron. No, they're not mine. نه برای من نیستن، دیگه اسم اینجا نداریم. Maybe they're Logan's. شاید برای لوگن هم. ببین Logan's میخوام بگیم برای اسم، مثلا بگیم برای علی، برای جک، برای محمد. بعد از اون اسم یه آپوستروف میذاریم و اسم میذاریم. میخوام بگیم برای مریم، مریمز apostrophe s. His gloves are gray. دستکشای او خاکستری هستن. Number 4. سوال پرسیده شده که کاملا مشخص از whose استفاده میکنیم. Whose t-shirts are these? اینا تیشرت های کی هستن؟ Are they Hailey's and Brad's? اونا برای هیلی و براد هستن؟ No, they're not. They're t-shirts. تیشرت اینجا آمده، پس صفت ملکی استفاده میکنیم. نه، اونا تیشرت های اونها نیستن. ببینید اگر یه مقدار گیج کننده باشه، خب اینجا they چیه، their چیه؟ سوال قبلی رو نگاه کنید. Whose t-shirts are these؟ یعنی اینا تیشرت های کیا هستن؟ پس بیشتر از یک تیشرت اینجا ما داریم. شاید 2 تا، شاید 3 تا و شاید بیشتر.
و سوال رو طرف ادامه میده، میگه Are they Haleys and Brads؟ Are they چیه؟ تیشرتان دیگه. یعنی آیا اونها چی؟ اون تیشرت ها برای هیلی و براد هستن؟ نفر بعدی جواب میده No, they're not their t-shirts. نه اونها اونها چی؟ اون تیشرت ها برای اونها نیستند. اون تیشرت ها برای اون آدم ها نیستند. پس اینجا جایگزین شده they همون تیشرت ها، their همون هیلی and براد. No, they're not their t-shirts. نه اونها برای هیلی و براد نیستن. یعنی اون تیشرت ها برای هیلی و براد نیستن. و در آخر theirs are white not blue. یعنی برای اونا سفیده، آبی نیستش. theirs are white. چرا theirs؟ به خاطر اینکه ما اسمی اینجا نداریم. اگر تیشرتس رو اینجا داشتیم باید their میگفتیم their t-shirts are white not blue. اینجا پارت لیسنینگه ولی میخوایم ازش اسپیکینگ بسازیم. بگیم که لباسهای مختلف این افراد چه رنگی هن. به فرض برای تمرین میخوایم برای خودتون جمله بسازید. بگین که کلاه این خانوم سبزه. بگی Her cap is green. بگی که دامن این خانوم آبیه. Her skirt is blue. پس میتونید جملات مختلفی در مورد این افراد برای خودتون بسازید. Part 7. Weather and seasons around the world. آب و هوا و فصلها در دور دنیا. Season فصل. Around یعنی دور دنیا. Around the world. It's spring in Sao Paulo. Spring به معنای بهار هستش. It's spring in Sao Paulo. توی سائو پائولو برزیل بهاره. It's warm. It's very sunny. گرمه. خیلی آفتابیه. Warm. گرم. Sunny. آفتابی. It's summer in Seoul, South Korea. یعنی توی سئول کره جنوبی تابستانه. Summer. تابستان. It's raining. داره بارون میاد. It's raining. داره بارون میاد. It's hot and humid. گرم و شرجیه. Hot. گرم. خیلی گرم. Humid. شرجی. Warm میشه گرم. Hot تقریبا میشه داغ یا خیلی گرم. It's fall in Chicago in the US. توی شیکاگو آمریکا پاییزه. Fall. به فال آتم هم میگن. آتم. A U T U M N. آتم بیشتر توی بریتانیا به کار میره ولی اگر کلمه آتم رو دیدید همون مترادف فال هستش به معنای پاییز. It's cool. It's cloudy and windy. Cool یعنی خنک. It's cloudy and windy. ابری و بادیه. Cloudy and windy. Cloud به معنای ابر هستش. Cloudy ابری. Wind به معنای باد. Windy بادی. It's winter in Toronto, Canada. توی تورنتو کانادا زمستان هست. Winter زمستان. It's snowing. داره برف میاد. It's very cold. خیلی سرده. از کلماتی که اینجا آمد رو من یک بار دیگه بلند میخونم. Spring. Warm. Sunny. Summer. Raining. Rain. Hot. Humid. Fall. Autumn. Cool. Cloudy.
windy. Winter. Snowing. Snow. Cold. سوالایی که اینجا نوشته What season is it now in your town or city? What season چه فصلی؟ What season is it now? الان چه فصلیه؟ توی شهر شما. What's the weather like today? این سوالو کامل یاد بگیرید. What's the weather like today? امروز هوا چطوره؟ پس بخوایم از یک نفر هوا رو بپرسیم میپرسیم What's the weather like today? شما میخوایم بگین که خیلی گرمه. میگین It's hot یا It's very warm. میخوایم بگین که بارونیه. It's raining. پس سوال What's the weather like today? جوابای مختلف. It's cool. It's cloudy. It's raining. It's hot and humid. It's windy and very cold. برگردیم به سوال اولی که پرسیده What season is it now in your town or city? توی شهر شما چه فصلیه؟ میگیم It's fall. پاییزه. It's fall. و سوال آخر What's your favorite season? Favorite به معنای مورد علاقه. What's your favorite? حالا از یه نفر مورد علاقهش حالا هر چیزی که باشه میخوایم بپرسیم موزیک مورد علاقه چیه؟ شهر مورد علاقه چیه؟ میپرسیم What's your favorite؟ حالا کلمه بعدیشو میذاریم City, season, TV program هر چیزی. اینجا پرسیده What's your favorite season؟ شما بخوای جواب بلند بدی بگی که فصل مورد علاقه من تابستونه. میگی My favorite season is summer. My favorite season is summer. حالا من یک سوال اضافی از شما اینجا میپرسم که میخوام جوابش رو توی کامنت برای من بدید. What's your favorite weather? What's your favorite weather? What's your favorite weather? Conversation. Are you wearing your gloves? آیا دستکشا دستکشاتو پوشیدی؟ Conversation بین Ashley and Jessica. Oh no. What's the matter? What's the matter? یعنی موضوع چیه؟ چی شده؟ حالا اشلی گفته Oh no. جسیکا میگه پرسه چی شده؟ What's the matter? What's the matter رو موقعی سوال میپرسید که حالا میخوام بپرسید چی شده؟ موضوع چیه؟ حالا یه نفر میبینید که یه مقدار ناخوشه میخوام بپرسید که چی شده؟ موضوع چیه؟ It's snowing. داره برف میاد. It's snowing. داره برف میاد. Wow, it's so cold and windy. خیلی بادی و سرده. Are you wearing your gloves? دستکشاتو پوشیدی؟ No, I'm not. نه نپوشیدم. They're at home. این سوال و این جوابی که اینجا داره It's snowing داره برف میاد. Are you wearing your gloves? این دوتا رو توجه کنی حالت فعل ING گرفته که این گرامریه که بعد از این کانورسیشن میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. Are you wearing your gloves? دستکشاتو پوشیدی؟ No, I'm not. نه. They're at home. توی خونن. چیا توی خونن؟ They چیه؟ همون gloves. What about your scarf? شال گردن چی؟ It's at home too. اونم توی خونه است. Well, you're wearing your coat. خب کتتو که پوشیدی. You're wearing your coat. But my coat isn't very warm. ولی کتم خیلی گرم نیستش. And I'm not wearing boots. و پوتین هم بوت هم نپوشیدم. Okay, let's take a taxi. به تاکسی بگیریم. سوار تاکسی بشیم. Good idea. ایده خوبیه. گرامری که اینجا داریم چیه؟ اینجا توی گرامر فوکس توضیح داده ولی میخوام که شما به این صفحه نگاه کنید. به این سه تا جمله نگاه کنید. It's snowing. داره برف میاد. I am running. من دارم میدوام. She's wearing a jacket. او یک کت پوشیده. جمله اول It's snowing. داره برف میاد. این ایت چیه؟
معمولا برای آب و هوا ما از کلمه it استفاده میکنیم. مثلا میخوایم بگی که هوا سرده. It's cold. این it برمیگرده به آب و هوا. بگید که هوا بارونی یا داره بارون میاد. It's raining. بیشتر در مورد it در لول‌های بالاتر میخونید. فعلا بذاریمش کنار. It's snowing. مخفف it is snowing یعنی داره برف میاد. ما هر موقع از حالت ing استفاده میکنیم که همراه to be فعلای امویزار هستش، یعنی کاری که داره همین الان انجام میگیره. It is snowing یعنی الان داره برف میاد. It is raining. الان داره بارون میاد. جمله بعدی I am running. من دارم میدوام یعنی همین الان در حال دویدن هستم. فعل to be را آوردیم am، حالت ing فعل نوشته شده running. جمله بعدی She is wearing a jacket. Wear به معنای پوشیدن، بر تن داشتن. She is wearing a jacket یعنی او یه ژاکت، کت تنشه. یعنی چی؟ یعنی الان روی تنشه. جمله‌ای که ما می‌خوایم توی گرامر این درس یاد بگیریم همین سومی هست. به سومی دقت کنید. She is wearing a jacket. کلمه wear به معنای پوشیدن و یا بر تن داشتنه. وقتی ما میخوایم جمله‌ای بگیم که به فرض من یک تیشرت پوشیدم یعنی تیشرت تنمه، به فرض من شلوار لی پوشیدم یا من کمربند بستم، حالا هر جوری که گفته میشه تو فارسی کار نداریم. وقتی میخوام بگیم که روی تنمه، حالا هر چیزی باشه، تیشرت، جکت، گردنبند، ساعت، هر چیزی که روی تنمون باشه از کلمه wear استفاده میکنیم. حتی عطر و یا اتکلون که روی تنمون میزنیم و حالت استفادهش به صورت ing به خاطر اینکه ما در حال حاضر الان روی تنمونه. به فرض شما میخوای بگی که چی تنتونه، میگید که کلاه سرمه یا کلاه پوشیدم. I'm wearing a hat. تیشرت پوشیدم. I'm wearing a t-shirt. حالا در مورد یک نفر دیگه صحبت کنیم. بگیم یک پسری که پوتین پوشیده. He is wearing boots. بگیم دستکش پوشیده. He is wearing gloves. من میخوام بگم که عطر زدم. تو فارسی اینجوری میگیم دیگه، میگیم عطر زدم، نمیگیم که عطر پوشیدم. در واقع همونه، روی تنمونه. عطر میشه perfume یا cologne، همون اتکلونی که میگن. میخوام بگم که عطر زدم یا عطر رو تنمه. I'm wearing perfume. میخوام بگم توی دستم انگشتر یا انگشتر دستمه، در واقع پوشیدم روی بدنمه. I'm wearing a ring. پس ببینید کلمه wear خیلی کلمه مهمیه. هر چیزی که روی بدنتونه، جواهرات، عطر و لباس، هر چیزی از کلمه wear استفاده میکنیم و به این معنا نمیشه که من الان دارم میپوشم، نه، یعنی الان تنمه. پس سوال از شما پرسیده میشه What are you wearing? What are you wearing? چی تنته؟ چی پوشیدی؟ شما میتونید کلی جملات مختلف با کلماتی که تو این یونیت داده شده بسازید. I'm wearing a cap. I'm wearing a sweater. I'm wearing shoes. I'm wearing shorts و غیره. و البته منفی این جملات رو هم میتونید بگید. بگید که کلاه نپوشیدم. I'm not wearing a hat. تیشرت تنم نیست. تیشرت نپوشیدم. I'm not wearing a t-shirt. کفش پوشیدم ولی جوراب نپوشیدم. I'm wearing shoes but I'm not wearing socks. پس not رو میتونید توی جمله استفاده کنید جملتون منفی بشه. اگر توجه کرده باشین جمله آخر یه but گذاشتیم. I'm wearing shoes but I'm not wearing socks. but چیه؟ but حرف ربطه که یه بخشی از این گرامر این درسه. but یعنی اما. وقتی توی جمله میذارید که میخواین یه تناقضی، یه کانترست، تفاوتی توی جملاتون استفاده کنید. به فرض میگه من کفش پوشیدم ولی جوراب نپوشیدم. I'm wearing shoes but I'm not wearing socks.
پس but یک حرف ربطیه که دو تا جمله متضاد رو به هم دیگه وصل میکنه. مثلا به فرض بگیم که این کتاب سخته ولی جالبه. سخت جالب دو تا چیز متفاوتن. This book is difficult but it's very interesting. Difficult سخت، interesting جالب. And حرف ربطه که دو تا جمله یکسان رو به هم دیگه وصل میکنه. یکسان یعنی چی؟ یعنی دو تا جمله مثبت یا دو تا جمله منفی. بگیم که هم کلاه پوشیدم هم شال گردن. I'm wearing a hat and I'm wearing a scarf. I'm wearing shoes and I'm wearing socks. و در آخر so رو داریم. حرف ربطی که میخوایم بگیم پس. توی فارسی در واقع پس معنا میشه. این جمله که کتاب نوشته It's windy so it's very cold. هوا بادیه پس سرده. در واقع داریم یک نتیجه میگیریم. مثلا میگم I'm a student so I go to university. من یک دانشجوام پس میرم دانشگاه. 4 تا عکس اینجا بهمون داده. میخوام بر اساس عکس این جملات رو کامل کنیم. My name is Dylan Jones. این جنتلمنی که اینجا هستش اسمش Dylan Jones. My name is Dylan Jones. I'm wearing a new gray suit. یعنی یک کت شلوار خاکستری جدید تنمه پوشیدم. I جای خالی new black shoes. کفشای جدید مشکی پوشیدم. I'm wearing new black shoes too. It's raining. داره بارون میاد. But I a raincoat. But اینجا گذاشته یه جمله رو میخواد حالت کانتراست کنه، متفاوت کنه، تناقض ایجاد کنه. بگی که بارون داره میاد ولی من بارونی نپوشیدم. It's raining but I'm not wearing a raincoat. حالا در این قسمت ویدیو رو پاس کنید و شماره 2، 3 و 4 رو برای خودتون انجام بدید. Number 2. It's very hot and sunny today. امروز خیلی گرم و آفتابیه. Michael light blue shorts and white sneakers. اینا رو پوشیده. Michael is wearing light blue shorts یعنی شلوارک های آبی روشن پوشیده and white sneakers و کتانی های سفید. He a white t-shirt پوشیده دیگه درسته پس جمله مثبت یک تیشرت سفید. He is wearing a white t-shirt but ولی حالا اینجا با منفیش کنیم. A cap کلاه لبه‌دار نپوشیده. He isn't wearing a cap. Number 3. Adriana Fuentes is from Mexico. She is wearing a pretty yellow dress and a brown belt. She's wearing a pretty yellow dress. یعنی یک لباس زنانه خیلی خوشگل پوشیده که رنگش هم زرده. یک لباس زرد خیلی خوشگل پوشیده. And a brown belt. و یک کمربند قهوه‌ای. She جای خالی high heels. High heels به معنی کفشای پاشنه بلند. She is wearing high heels and a light brown jacket. و یک جاکت کت قهوه‌ای سفید. But حالا میخوایم منفیش کنیم. But she isn't wearing a coat. ولی کت نپوشیده. Wow, it's really windy. خیلی بادیه. Heesun and Conwoo are here with me today. این دوتا. They are 10 years old. 10 سالشونه. It's really cold, so they are wearing winter clothes. خیلی سرده پس لباسای زمستانی پوشیدن. So, they جای خالی boots, gloves, hats and scarves. Boots, gloves, hats, scarves. They are wearing boots, gloves, hats, and scarves. And they میگیم کت‌های خیلی سنگین پوشیدن. And they are wearing heavy coats.
این گرامر پرزنت کانتینیوس رو با هم دیگه کار کردیم. یه پرکتیس اینجا هست که میگه در مورد پارت A میتونید این سوالا رو از خودتون بپرسید و بهش جواب بدید. اون عکسایی که همین چند ثانیه پیش کاور کردیم، اسمایی که دارن، دیلن که مرد اولی بودش به فرض is Dylan wearing a gray suit؟ یعنی دیلن کت شلوار خاکستری پوشیده و شما باید به عکس نگاه کنید، بهشون جواب بدید، بگه که yes he is یا no he isn't. و در آخر میتونید از این عکس برای تمرین ازش استفاده کنید. یک لیسنینگ داره که شما میتونید به لیسنینگش گوش بدید و از خودتون سوال کنید. بگین what is she wearing؟ اسمش کیلاه. What is Kayla wearing؟ چی پوشیده؟ بگی که she is wearing a pink dress. She is wearing pink shoes. What about this guy? What is he wearing? He is wearing a blue cap, yes? He is wearing jeans. He's wearing a brown jacket. و در آخر برای پرکتیس بخوایم برای من کامنتتون رو کامل کنین. این دوتا عکسی که نشون میدم رو برای من بنویسید که چه چیزهایی پوشیدن. به علاوه اون سوالی که چند دقیقه پیش ازتون کردم که What's your favorite weather؟ این سوال اول و این دوتا عکسی که میبینید و سوالاش جوابش رو توی کامنت برای من بنویسید. What is he wearing? What is she wearing? و این هم از یونیت 4. یونیت بسیار بسیار مهمی هستش. قطعاً برید اول ویدیو و دوباره ویدیو رو نگاه کنید و اگر سوالی در مورد هر پارتی از کتاب داشتید توی کامنت ها برای من بنویسید. Thank you very much guys and I'll catch you in the next one. Goodbye.